اوراش قرارمون هم اینجاست. کردی؟ امتحان میکنیم. آهنگر نعل خوب داری؟ قلبیه. نعل بهتر نداری؟ قلبیه. قلبیه. پول نعلام. پولتونم قلابیه. گرگین فاتح ربع مسکون، قاسم فاتح قحطان و برادرانت قاسم و کابک فاتحین قنطور و سپنجاب. درسته؟ درسته. اون کیه؟ اون آهنگر اسمشو به هم فروخت به قیمت جونه. خب سر قرار به هم رسیدیم. حالا برنامه چیه؟
شما امشب وارد مرز ایران میشین و جهان پهلوان مفرد رو وادار میکنین که با غم آماده مبارزه با من بشه تا من به شما ملحق بشم. وقتی غمه من در قلبش فرو رفت هیچ کس در کشتی حریف من نیست و من عنوان جهان پهلوانی رو به دست میارم. چون ایرانیا حساب قی و آدم کشی رو با زور بازو جدا میدونن. اونا از اسلحه موقع جنگ استفاده میکنن. ما خودمون حساب پهلوان مفرد رو میرسیم. شما هیچ کدوم حریف اون نیستین. فقط باید مردم رو ناراحت کنین تا اون سر کلش پیدا بشه. اما اگه باعث سرشاخ شدیم چی کار کنیم؟ ایشانو ببند به کمرت. پای خودشه. دارم کنه باز خون را میفته. این آباش نمیذارن آب خوش از گلوی مردم پایین بره. چه میگفتی فیل؟ من چیزی نگفتم. هیچی. داشتی یا چیزی میگفتی؟ نه من چیزی نگفتم. خب نهار چی داری؟ ناز نداری؟ چیزی داریم. تو نمیدونستی رفیقای من دیزی دوست نداره. حبابشون کن دیگه دیگه پیل مرد قشنگ نیست. 1 ماه تموم بهترین کالسکه سازای شهر روش کار کردن. نمیدونم چطوری از پهلوان مفرد تشکر کنم. ای مادر، از وقتی که پدر مرحومت از این دنیا رفت پهلوان مفرد به ما اینقدر خوبی کرده که دیگه تشکر برای این موضوع معنی نداره. اما میدونی مادر، پهلوان مفرد با پدرم هیچ فرقی برام نداریم. اصلا قیافه بابام یادم نیست. خب باید هم اینطور باشه. وقتی پهلوان قیمه تو شد تو 4 سالت بود. تو روزانوی پهلوان بزرگ شدی. راستی مادر، پهلوان وقتی نصف ثروتشو به من بخشید بقیه‌شو چیکار کرد؟ بقیه‌ش هم مال توه. مال من؟ آره، آخه بقیه ثروتشو به پسر خونده‌اش فتا بخشیده. وقتی شماها با هم عروسی کنین همه ثروت پهلوان به شما تعلق میگیره. نقره دختر خونده پهلوان مفرد داره میاد تو میدون. خدا کنه نقره توش نباشه وگرنه بی‌اسمتی رخ میده. خوب شد قمره ننداخت. آره. کاش که قمره مینداخت. چی شده؟ اینا کی بودن؟ مگه اون قمر رو ندیدی؟ یالا هی! باز یه عده حرومی وارد ایران شدن تا با پهلوان مفرد مبارزه کنن. حالا چی میشه؟ بله؟
میگم حالا چه اتفاقی میفته؟ خدا میدونه. گوش کن. خونه. چشم. داشتی میفته گرفتمت باری به بغل خودم نگرت دارم. مردی نبود به ساده را پای بستن گر دست فتاده ای بگیری مردی به نام پوریا گوهری. خوش آمدین صفای قدمه. خوش آمدین پهلوان. حق پیر. مزد استاد. برش ذوالفقار. پایداری وطن. تندرستی پادشاه جهان پناه اسلام. مرشد کجاست؟ پهلوان، مرشد دوباره مریض شده. از امروز با اجازتون پسرش به جاش میشین. زنده باشی. پیشین. مشغول شین. اما تو فتا گودو ترک کن و بیا بالا. چی شده پهلوان مفرد؟ خیلی ناراحته. آره. پهلوان، خبرهای بدی شنیدم و خجالت کشیدم. از طرف من مرشد. بله، متاسفانه از طرف تو. دیشب نوبت آب محلتون بود و تو به اتکای قدرت خودت نوبت دیگران رو غصب کردی. آخه مرشد، خب ما هم آب میخواستیم. چقدر؟ یک کوزه؟ 100 کوزه؟ 1 دل؟ 100 دل؟ 1000 دل؟ یا به اندازه تمام اهل محل؟ اما خداوند به تو این قدرت رو برای این داده که در راه نیکی به دیگران ازش استفاده کنی. مردم تو رو یک جوان مرد و منم مثل یک پدر تمام عمر برات زحمت نکشیدم و تمام فنون پهلوانی رو به تو یاد ندادم که تو به مردم زور بگی. اولا از همین حالا آب انبار خودتو دل با دست خودت میکشی و با انبار همسایه‌هات میریزی. گرچه این کار تا صبح طول بکشه. چشم. هرچی شما بگید. ثانیاً تا رضایت اهل محل رو فراهم نکنی افتخار میانداری زورخانه رو نداری و نباید پا به این گود مقدس بذاری تا یک بار. اینجا جای کسانی است که به فتوت و اخوت و ناموس زندگی پهلوانی ایمان دارن و بهش عمل میکنن. برو. چشم مرشد. امرتون اطاعت میکنم. چشم. با تو هم
من حرفی ندارم که با کسی بزنم. چی شده؟ چه اتفاقی با من افتاده؟ یک کلمه هم حرف نزن. مرشد منو ترک کردن تا دستور پهلوان اجرا نکنم و از من راضی نشن با هیچکی حرف نمیزنم. رو تو بگی. الان خدا میافته. یه عده تر گذر غم کوبیدن. رخصت بفرما. خودت بردار میترسی؟ من نمیخوام دستم به خون کسی آلوده بشه. پس میترسی؟ غریبه گفتم اون قمر رو بردار از این شهر برو. ای خودگویی! بهتر سرسختی نکنی. بهتر سرسختی نکنی و از اینجا بری. برم؟ من اومدم اینجا خونه کنم. خودت برو! آل علی هر که در افتاد بر افتاد. گفتی برم آره پهلوان. غریبه یک بار بهت گفتم نمیخوام دستم به خون کسی آلوده بشه. مجبورم نکن برخلاف سنت پهلوانی کاری بکنم. نگاه کنید ببینید جهان پهلوانتون چجوری وحشت کرده. تنش به لرزه افتاده. دیگه تو این میدون مردیست. هر خط ممکن بود تحمل کردم. نمیخواستم با تو جنگ کنم. اونم با غمه. ما ایرونیا به قدرت بازوی خودمون اتکا داریم. خونریزی برای ابراز قدرت جوان مردانه نیست. اما تو خودت خواستی. بگیر.
فرصت دست نگه دارید دست نگه دارید این جوان مردی نیست بگذاریم برم بذارید برم گم شد پهلوون فتاح خیلی خسته شده از صبح تا داره آب میکشه. تأثیر من اگر بیش از تو نباشه کمترم نیست، ولی طرز فکر مرد و زن با هم تفاوت داره. زنها همیشه روی احساسات لطیف خودشون قضاوت میکنن، ولی مردها روی قانون و شرف و قاموس جوانمردی. من یه عمر زحمت فتاحو کشیدم، اون مثل پسر منه و به همین دلیل که نمیخوام یه سورگوی قلدر بار بیاد. درسته، اما فتاح شما رو مثل پدرش دوست داره. میدونی اگه امروز تو میدون بود یا اینکه میدید کسی رو شما دست بلند کرده خون را مینداخت. درسته، همون بهتر که نبود. من از همین حالات فتاح وحشت دارم. به همین دلیل بود که به همه مردم سپردم حادثه امروز صبح به گوش فتاح نرسونند. نمیخواستم قبل از خروج اون 3 نفر بیگانه کسی این موضوع رو به فتاح بگه. من خیلی دلم میخواد که فتاح یک مرد واقعی بار بیاد. آخه مردم چی میگن؟ فتاح نباید جلوی مردم تحقیر بشه. مرد از کار کردن تحقیر نمیشه. مرد وقتی تحقیر میشه که خارج از شرف و ناموس و وجدانش قدمی دورتر برداره. فتاح از صبح تا حالا لب به هیچی نزده. تفلکی با شکم گشنه هلاک میشه. برم براش غذا ببرم. نه، فتاح تو که هلاک شدی. صبح تا حالا لب به هیچی نزدی. از دست میری. بیا قربون قدت برم، غذا تو کشیدم. بیا یه لقمه از این پلو بذار دهنت ننشون. بیا بخور دیگه، بخور. مادر گفتم که تو امر مرشد اجرا نکنم لب به غذا نمیزنم. انقدر اصرار نکن. تو لجبازی رو از پدر خدا بیامرزت به ارث بردی. این کمر دردم که منو نمیکشه راحت بشم. آخ کمرم، خیلی زور داره، کمرمو خورد کرد. تا کت و کولمون جا نیفتاده نمیتونیم دوباره باش دست و پنجه نرم کنیم. اگه بتونیم کاری کنیم که فتاحو بندازیم به جون پهلوون مفرد خیالمون تخت راحت میشه. بیچاره فلک زده نصف شبی به آواز کشی افتاد. نگاه
ببینم این جونور خوب میتونم لجن میده نکنه عالیه اینجا همه لجن میخورن ها. این از اثرات زهرچش و پهلوان مفرده. آخه اون عادت داره از مردم بیگاری بکشه. ای کاش فقط بیگاری باشه. کی هستین؟ هیچی رهگذریم. امروز شنیدیم یه نفر صبح تالا آبوز میکشه. اومدیم یه خورده تماشاش کنیم. یه دقیقه وایسا میخوام با آبت ور برم. به به چه آبی. بینم چند میگیره آب حوض ما رو بکشی؟ برین دنبال کارتون. من که همچی آبی تا حالا ندیده بودم. ببین این لجنا رو میبری میریزی تو آب انبار مردم. ببینم مرشدم خودش آب حوضکش بوده. نامردا! اگه یک کلمه دیگه پشت سر مرشد من حرف بزنین خوردتون میکنم. اون پیش کسوت ماست، سرور ماست، پدر ماست. نه عصبانی نشو فتا. ما با تو دعوا نداریم، اما بعداً معنی حرف ما رو میفهمی. خیلی خوب، برین گورتون رو گم کنین. گم شین. آب حوضکش عجب کنیزی داره. حرومیه کسی. به به شاخ نباته. آب حیاته. خیلی خوب بریم. نمیدونم اینا کیان مزاحم شده. این چی آوردی؟ غذا. باز یه نقشه حسابی برای همشون بکشی. یالا سوار شی. غذاشو بیارن سر کار. اینا بازم اومدن. نفهمیدم. مگه قبلا اینا رو دیده بودی؟ اینا امروز صبح با پهلوان سرشاخ شدن. پهلوان حالشون چطوره؟ چشم زخمی که به پهلوان نرسیده ها؟ نه پهلوان هیچ طوریشون نشده. بیا برات غذا آوردم. تو صبح تا حالا هیچی نخوردی. خسته ای بیا. چی آوردی؟ به به. پس پهلوان اجازه دادن تو برای من غذا بیاری ها؟ نه خب پس چرا به حرفشون گوش نکردی؟ آخه تو از گشنگی میمردی. خیلی خوب برگرد خونه. اگه پهلوان بفهمن خیلی ناراحت میشن. برگرد خونه ناره. کجا بودی؟ هیچ جا. به فتا غذا دادی؟ آره ولی نخورد. اون لب به غذا نزد. گفت امر پهلوانو اجرا نکنه لب به غذا نمیزنه. هیچی نمیخوره هیچی. ناراحت نباش دخترم. پهلوان مفرد هر کاری بکنه درسته. پهلوان خیلی بیرحمه خیلی. نه بر من نریز نمیخورم. آخه تو دیروز تا حالا هیچی نخوردی. باید برم زورخونه ننه. میخوام به پهلوان بگم که دستورات اجرا کرد. نه یه چیزی بخوش و برو. بعد از اون همه آب کشیدی شب گشنت ضعیف میشی. مادر من دیروزا 2 بار نوغر دیدم. خب دیگه من باید برم زورخونه دیرم میشه. هر کار که میکنی بگو بسم الله. آب جمله گناهان تو بخشد الله. سلام. صبح بخیر. صبح بخیر. آجام به تنبت هست همین را برگو. لا حول ولا
صد به شاطری. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگ است خدای ابراهیم، تو نیز خدا، سبب ساز کل سبب. سلام. سلام سلام سلام. 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 درود بر تو. حالت چطوره؟ پهلوون دارن سعی میگیرن. بله. به عرضشون برسون بگو فتا تمام آب آبنبار خونه‌شو کشید و ریخت تو خونه همسایه ها. اجازه هست بیام تو؟ همینجا باشین تا برم به عرض پهلوون برسونم. چار بیست ناز چار ستون بدنت، پهلوون آقا فتا اومده دم در میگه آب آبنبار رو کشیده و تمام کرده. اجازه هست بیاد تو؟ فرمودن خیر. سهراب یل خفتان جنگ برتن کرد و فرمود نهنگ نیزرنگ آذین کنند و تیغ هندی بر کف بر سراپرده کاووس تاخت. خم آورد پشت و سنان و تیغ بزد دست و برکند 70 میغ. خبر به رستم دستان رسید که سراپرده کاووس به دست 16 سال جوانی ویران شده است و رستم تمتر نامدار بفرمود تا رخش آذین کنند و چون ببر دمان به میدان پیکار تاخت. ناگاه 16 سال جوانی دید این روزا میونه پهلوان مفرد و فتا پاک به هم خورد. آره حتما یه کاسه زیر نیم چون ساق نریمان خون والا بین مردا رو غیر از زن هیچی نمیتونه با هم بزنه. فکر نمی کنم پهلوان مفرد خودش نوخه رو برای فتا شیرینی خورده. درسته، اما دیل این چیزا رو سرش نمیشه. بالاخره نقره تو خونه مفرد زندگی میکنه. اگه یه دفعه چشمش به تن و بدن اون بیفته شیر باشه کارش تمومه. کجای کاری بره در؟ نه خیر، پهلوان یه جوون مرده، این وصله ها بهش نمیچسبه. پاشو بریم، داره چرت خوش اومدی. به سلامت. خداحافظ. به سلامت. با هم در آویختند. دو بار سهراب یک رستم را بر زمین کوفت. غروب آفتاب طبل بازگشت آن شد. خدایا رحم کن، هر ساعت تو این شهر یه بلا نازل میشه. خدایا با امید تو. ببینم این کیه پدر بزرگ؟ همه دنیا اینو میشناسن بابا جون. اسمش گرگینه، اون یه هیولاست. برگردید سر جاتون. بفرستین عقب پهلوان مفرد بگین گرگین اومده. دم سزای کسی که نوچه های منو خار کنه چیه؟
چه خبره؟ موضوع چیه؟ این که اومده با پهلوان مفرد سرشاخ بشه. اه؟ ببینم با پهلوان مفرد چی کار داری؟ جوون، برو به پهلوان مفرد بگو بیاد اینجا. من گرگین فاتح ربع مسکونم. پهلوان مفرد زورش به نوچه های من رسیده؟ برو بگو مرشدت بیاد. من از اینجا جام نمیخورم. هر کی با مرشد من جنگ داره جنگه. فتا به هیچ وجه صلاحش نیست که با اون سرشاخ بشه. تو جسارت رو از حد گذروندی. کسر شهر منی که با جوون تازه کاری مثل تو در بیافتم. برو بگو مفرد بیاد. با مرشد من چی کار داری؟ میخوام بکشمش. هر کی بخواد پیش کسوت منو بکشه باید از روی نعش من بگذره. اگه اینقدر شجاع نبودی الان خوردت میکردم. لاف زدن کافیه. حالا دوستانه میگیری یا خصمانه؟ من با هیچ کس دوستانه کشتی نمیگیرم. اجازه بدین. اون میخواست مرشد منو بکشه ولی از من خورد. من جلوی چشم ناکارش کردم. اگه خود پهلوان مفرد بود که با یه دست کارش تموم میکرد. مرشد صورتون چطور شده؟ کدوم نامردی جرأت کرد داره شما دست بلند کنه؟ پس کار نوچه های این نامرده. اینم اومده بود شما رو بکشه مرشد. گفتم بهش هر کی بخواد با شما جنگ کنه اول باید رو نعش من عبور کنه. باقی میدونین اون رجز خون منم حسابش رسید. چرا وایستادین؟ بریم بیرون. بیرون! بریم بیرون! یالا خراب کنیم. تو هم برو بیرون. چشم بده. مرشد تو هر کاری بکنید درست. آره هر کاری بکنید درست. من هیچ وقت تو روی تو وانمیستم. تو جای پدر منی.
اما چرا منو جلوی نقره کنف کردی؟ چرا؟ 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 چرا کمرشو شکستی؟ چرا اونو کشتی؟ اون اومده بود تو رو بکشه مرشد. بس من چی کار باید میکردم؟ وقتی فن کمر شکن رو گرفتی بهش امون دادی؟ من یک عمر به تو درس بردباری و عفو هنگام قدرت رو دادم. تو روز به روز قلدرتر و زورگوتر میشی. زورخونه جای تمرین جنگه. زورخونه باید مردانی مثل ابو مسلم و مازیار و افشین و بابک پرورش بده، نه یک مش قلدر بیکنده. چشم. پدر عشق و سوز. آره والا. برو برو. فتا همه ما میدونیم که پهلوان مفرد به تو حسودی میکنه. دیگه نمیتونه تو رو ببینه. تازگی ها همش همراه نقره است. اگه یک کلمه دیگه راجع به مرشد من حرف بزنی ها خوردت میکنم. مرشد من یه مرده. این وصله ها بهش نمیچسبه. نقره بله مادر. یا دخترم اینو بپوش میچای هوا سرده. نه مادر سردم نیست. ببینم از اون بالاها چه خبر؟ ابرا همه رفتن مادر. امروز چقدر آسمون قشنگی. اما مادر جون آسمون همیشه همین رنگه. ای جوونی بریم. مادر کی برمیگردیم خونه شهرمون؟ من از اینجا دیگه خسته شدم. همین روزا میریم مادر جون. پهلوون نمیخواست تو مدتی تو شهر آفتابی بشی، چون اون غریبه ها چند دفعه تو شهر سر و کله‌شون پیدا شده بود و پهلوون نمیخواست تو رو ببینن. از اونا وحشت داشت. آخه اونا به من چی کار دارن؟ نمیدونم، حتما پهلوان یه فکری کرده بود. اما امروز صبح که رفت گفت همین روزا میریم شهر. امروز تو زورخونه جشن گلریزونه. میخوان برای مرشد پیر پول جمع کنن. میدونم مادر. راستی مادر امروز تو جشن گلریزون فتا بعد از یه ماه که حق نداشت بره زورخونه برای اولین بار با پهلوون روبرو میشه. خیلی دلم میخواست وقتی که اونا با هم دیگه روبرو میشن منم اونجا بودم. منم همینطور، اما ما که نمیتونیم بریم زورخونه. مادر من میرم شهر که وقتی شب مفرد و فتا از زورخونه خارج میشن من اونا رو با هم ببینم. نه مادر، از اینجا تا شهر با کالسکه 2 ساعت راهه. عیبی نداره، درش که چیمون با همه. من با اون میرم. من نمیدونم، جواب پهلوانو باید خودت بدی، به من مربوط نیست. باشه مادر.
قاصده نکن. شوخی نداریم با مال طرفه. تو همینجا باش، من زود برمیگردم. چشمتو درویش کنیم. ایوالا شمایی صدای پاتونو نشنیدم. آره در باز بود. خیال کم کسی خونه نیست. گفتم شاید خدای نکرده دزد اومده باشه. خب چطور شد از این طرفا؟ هیچی، رد می شدم، گفتم یه سری بزنم. پس رد می شدی و الا که از ما حالی نمی پرسی. راستی من امروز میام شهر. میخواین منم باتون بیام شهر؟ نه من بعد از نهار میام شهر. اگه شما از رفتین شهر به پهلوون یه جوری به پهلوون بگین که من بعد از نهار میام شهر. البته اگه مزاحمتی براتون نیست. این چه حرفیه؟ چه زحمتی؟ آخه شما خیلی کار و سرگرمی دارین، دیگه وقت ندارین پیغام ما رو به پهلوون برسونین. تو رو خدا بس کن دیگه. خودت میدونی که پهلوون یه ماست منو از زورخونه اخراج کرده بود و من حق نداشتم تو این یه ماه حتی خونه شما بیام. امروزم اولین روزیه که دارم بعد از یه ماه میرم زورخونه. تو که خودت همه چیزو میدونی. چی رو میدونم؟ همه چی رو. آخه من چطوری بهت بگم؟ به قاصدک بگو. ای قاصدک، به این دختر بگو که چرا اومدم اینجا. من که نمیتونم بگم. قاصدک به این پهلوون بگو چرا نمیتونی؟ قاصدک چی بهش بگم که دلش راضی بشه؟ قاصدک اون چیه که تو دلشه و به زبونش نمیاری؟ قاصدک بهش بگو که نمیتونم به زبون بیارم. خب نمیگی؟ باشه آقا فتو. بهش بگو که دقیقا برام ساله. بهش بگو که طاقتم طاقه. بهش بگو که مهرش همه دلمو گرفته. بهش بگو که ما خیلی رو خاک کردیم ولی خاک پاشیم. قاصدک یه چیز بگم بهش میگی بهت بگه بهم بگی؟ آره بگو. بهش میگم بهم بگه بهت بگم. دیدیش بهش گفتی بهت گفت بهم بگی؟ آره دیدم بهش گفتم بهم گفت بهت بگم چیزه دوست دارم. خب دیگه من میرم. خدافظ تا عصر. بیا تا گل برافشانی مومی در ساغر اندازی فلک را سقف و بشکافی مترهیم و در اندازی اگر غم نشکرانگیزد که خون عاشقان ریزد من و صافی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. همه قره کمرشو خوب این قره سینه و گردنش. پس چرا این فتاح پیداش نشد؟ آقای ولی باشم پدر خش دو تا چهار تا ساره حواسمون پرت شده بی رفت. برو جلو دیگه، برو لغشو بیا، برو من جان.
چنان سخت بگیرم سر راهت که براری تو ز دل آه و فغان افکنمت در هیجان می کنم این لحظه بیان تا که شبی واقف و واضح کنمت دایره فقر و فنا را صاحب فقر بود سید سالار که باشد شه ابرار غضنفر فر داددار علی حیدر کرار که بی مثل و نظیر است و خدیو است و امیر است بود پادشه کون و مکان آن که بود شش جهت و نه فلک و هم سمک چرخ مطبق بید قدرت او آشد واقف از آن مخزن گنجینه اسرار خدا نور خدا شاه بلا گوش نما تا بدهم شرح برایت ز چرپا شده این سردم و کی باعث آن گشته ببندم ز برای تو دیگر بنده ره چون و چرا را تو برادر شده از روز ازل باعث این سردم و ترتیب بدادن 4 و 3 و در سلسله را تا همه خیل دراویش به استادی آنها بنماید دیگر احسن و تشویق نماید چنین سالک با جود و سخا را از تخم چشم من بیشتر دوستش دارم. زنده باشه. اجازه که میفرمایید. خواهش میکنم پهلوان بفرمایید. علی خدا حفظت کنه. پسرم از من نرنجیده باشی. مرشد هر کاری که تو بکنی همون درسته. علی پشت و پناهت باشه پسرم. زنده باشی. خب بعد از 1 ماه میوندار زورخونه ما به خونه مقدس خودش برگشت. جشن گلریزون امروز به افتخار مرشد پیر ماست که گود مقدس زورخونه رو ترک میکنه. خب فتح شروع کن ببینم برای مرشد چه میکنی. احسن که راه تنگاتنگ جنگ بر ابی عبدالله الحسین گرفت خور بود. اول کسی که جان خود را فدای ابی عبدالله الحسین کرد خور بود. دستش به دست حر برسد میپرسش وارد بهشت شود چراغ اول را روشن کند. چراغ دوم را که برافروزد. بیا حیوان بیا. عجب گوساله چاقی. اصلا میدونی چیه؟ مال دوستی مزه میده. ببینم خبری نشد. نه الان پیداش میشه. میدونیم ما یه ماه اینجا دور بودیم کسی به ما شکی نمیبره. حالا که اون کمرک گرگین شکست ما هم جوری تلافیشو در میاریم. قربون اون تلافیمون آخ جون. به شرطی که موقعش شد شلوغش نکنی. میون دار منم. باشه. یالا دوازی باید.
نمیدونم یلا تونتر برو تونتر. چرا یواش کردی؟ اسبا بریدم دیگه نمیرم چی از جون ما میخوای؟ ناقه تو فرار کن هی یلا. فرار کن ناقه فرار کن بیا تا گل برافشانی مومی در ساغر انداز با کی کار داری؟ با پهلوون. نقل قرار بود بعد از نهار بیال شد، هنوز نرسیده. نقره؟ به هیچ کی حرفی نزد. عاشقان دیدن من و ساقی به هم سازیم. باز خلافی از من سر زد. خیلی عالی بود وحشیه اما عالیه مرگ تو خیلی خب من میرم قهطان اونجا هم دیگه رو میبینیم یادتون نره آخر سر بکشینه چشم برو اون با ما. بریم نقه دارم بس هم بره آها سلام نه خوبی.
چرا بهش دست نزدی؟ ای نامرد روزگار! نه منو نکش، به من رحم کن. مگه تو به اون رحم کردی؟ نه. نقره 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 به هوش بیا نقره نقره خواهش میکنم. نترس دخترم، منم مفرد. با من حرف بزن، بگو چی شده. پدر جواب فتحو چی بدم؟ بی سیرت شدی؟ من خودم رو میکشم. این بلای بزرگی بود. فتح هنوز بندش به محرم و نامحرم باز نشده. دیگه نمیخوام زنده باشم، نمیخوام. میدونم تحمل این بار سنگین برای شونه های ظریف تو خیلی دشواره. آه خدایا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي حل النکاح و حرم الزنا و الصفا و جعل النکاح موجب لبقاء النسل. به سلامتی و مبارکی و میمنت سرکار لیه صبیه شریفه نجیبه عفیفه باکره دوشیزه نقره بنت مرحوم مغفور خود آشیان و جنت مکان میرزا تقی خان به بنده رسالت دیدن که ایشون رو بابا جون نمیر، جون من نمیر، مرگ من نمیر، باید برم. یتیم میشم، بذار برم. پولت میدم. چقدر میدی؟ 20 تومن. بالاتر. 600 تومن. بالاتر. 600 تومن. بالاتر. 500 تومن. میدن که ایشونو بعد ازدواج دائم و زنیت همیشگی جناب اجل اکرم افخم اعظم میرزا حسن خان ملقب به پهلوان مفرد به صداق یک جلد کلام الله مجید به انضمام یک حلقه انگشتری الماس نمیذارم اینطور باشه و یک جام آینه و سایر مخلفات که به شما رسیده است و مجموعاً به مبلغ 1000 که به ذمه شوهر شما پهلوان مفرد به انضمام ثابت و مستقر است به مطالبه کار سازی کنم. سرکار دوشیزه خانوم نقره اجازه می‌فرمایند سرکار دوشیزه خانوم نقره اجازه می‌فرمایند بله.
5000 تومن. مالت پسرتو کشتی کشتی همه این حرفا دروغه دروغه حتی تو رو خیلی دوست دارم. من این کارو کردم که این لکه ننگ از دامن تو پاک بشه. ما ظاهراً با هم عروسی کردیم. تو همیشه دختر من هستی. پدر هی بچه ها چی کار دارین میکنی؟ چه خبره ها؟ میدونی چقدر جالبه، بیا تماشا کن. ایوا خاک عالم بیاین بریم دنبال کارتون، خجالت میکشید. بریم ببینم این واجبی رو نگاش کنم. حتی مادرتم نباید این موضوع رو بفهمه. من 2 ماه بعد تو رو طلاق میدم و فتا بعد از مدتی موضوع رو فراموش میکنه و با تو ازدواج میکنه. از امشب من تو اون اتاق میخوابم و تو این اتاق. بسم الله. صبح به این زودی چرا اینجا نشستی پسرم؟ پهلوون امروز روزه بدیه، برگرد تو خونه. چرا پسرم؟ غمه. بالاخره اون روزشون فرا رسید. فتات روی مرشدش بلند شد. حق با کیه؟ خدا میدونه. بالاخره تو هم این نامرد بازی رو یاد گرفتی؟ از مبارزه مردونه میترسی که به غمه پناه بردی؟ نه، من نمیذارم تو به یه نامرد مبدل بشی. فتا
میخوای با من مبارزه کنی؟ پسرم همه فکراتو کردی؟ نمیشه فعلا منصرف بشی؟ بهتر نیست کمی بیشتر فکر کنی؟ تا فردا صبح به تو مهلت میدم که فکر کن. اگه قادر نبودی از مبارزه با من منصرف بشی، قرار ما فردا صبح سر گذر. بادنجونا چنده؟ ای بابا برو هرچی میخوای وردا ولم کن. حالا کی میخوان مبارزه کنن؟ قرار فردا انشالله که این مبارزه سر نگیره. خدا کنه اگه میگیرن دوستانه بگیرن. قربون دست. یکی هم بده. یه چای بخور. همه چی یه چایی هم بده ما. هر کی چای میخواد خودش بریزه، حوصله نداره. میکشی. فتا حق داره. اون صبر ایوبو کرد. آره پهلوان مفرد خیلی کنفش کرده بود. حضرت ایوب هم صبر فتاحو نکرد. ایوب نگاه قدر. میگی فردا چطور میشه؟ والا پهلوان مفرد با فتا در نمیفته. باشین برین خونه هاتون، میخوایم ببندیم. راست میگه. بریم بابا تا فردا خدا بزرگه. یه جوری میشه دیگه.
خدایا به امید خودت. فتا همه فکراتو کردی؟ پسرم حالا قصد مبارزه با منو داری؟ دوستانه یا خصمانه؟ دومیش. بالاخره وادارش کرد خدا به خیر کنه. فتا تو بدل این کار بلد نیستی. این آخرین فن کشتی منه که باید بهت یاد بدم. کشتی رو ترک کن تا این فن رو به تو یاد بدم. بعد مردانه با هم کشتی میگی. تمومش کن مرشد، تمومش کن. من دیگه نمیخوام زنده بمونم. بس دوستانه کشتی بگی. نه. دست تو بذار رو سر من. پهلوون نیافت. من
کشتن بر سر دار آمد و جلاد شد. سلام پسرم، اومدی؟ دیر کردی، کجا بودی؟ پهلوون مفرد حالش چطوره پسرم؟ عروس قشنگم چطوره؟ راستی امروز صبح پهلوون مفرد یه صندوق چه بد فرستاده، خادم آوردش ننه، منم گذاشتمش اونجا. پهلوون گفته میخواد سفر دور شاید بر نگرده، بنچاق خونه هایی رو که بهت بخشیده گذاشته تو این صندوقچه و برات فرستاده. چرا این کار کردم؟ چرا؟ شیر بیابان نگر علی 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 گوهر دریای شرف علی 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 به نام پوریای ولی خوش آمدی. حق پیر، آم مزد استاد، آم برش ذوالفقار، آم پایداری وطن، آم سلامت پادشاه جهان پناه اسلام. آم دیر شید، مشغول شید. علیا ایها الصوفی عدل کردن بنا بفرما شادی بلا. هفته پیش تا درس 8 پهلوان مفرد رو یاد گرفتیم. حالا درس 9 پهلوان مفرد، گرفتن کباده. کباده تمرین کشیدن کمانه. کمان به طرف راست، به طرف چپ، راست چپ، راست. و حالا جنگ 2 نیزه سر آرنچا و 2 نیزه سر زانو قرار داره. وقتی در جنگ اسلحه خودتون از دست دادین میتونین از نیزه های سر زانو و آرنچا استفاده بکنین. بیجلو 1 2. دشمن بعد از این 2 ضربه کارش تمومه. پهلوان، ما امروز حال نداریم. اجازه از زودتر مرخص بشین. هر کی حال نداره میتونه بره.
خدایا کمکم کن، کمکم کن، کمکم کن. از سر تقصیر من بگذر. من نمیخواستم اینطور بشی. فتا تو خودتو کشتی. 3 ماه و نیمه که خواب و خوراکی نداری. راستی یه خبر خیلی جالب برات دارم. نه دیگه هیچ خبری واسه من جالب نیست. بعد از مرشدم که اونطور شد، بعد از عشقم که از دستم رفت، بعد از مادرم که از غصه عمل زشت من دل کرد و مرد، دیگه هیچی واسه من نه این یکی خیلی جالبه. راجب نقره است. راجب نقره است؟ آره مادرش امروز صبح منو دید و گفت به تو بگم حتما یه سری بهش بزنی. آخه 3 ماه و 10 روز نقره تموم شده. اون الان دیگه میتونه شوهر کنه. ببینم تو هنوز نقره رو دوست داری یا نه؟ دوست دارم یا نه؟ معلومه. تا زندم تو خیالشم. خب پس دیگه چرا محترم خونه نقره؟ نمیخوای نقره رو ببینی؟ بریم. خوش اومدی پهلوون. خیلی در انتظارت بودم. بفرما بیا. نه ترس، بیا جلو. اینم انتظار تو رو میکشه. بیا دیگه، چرا میترسی؟ حالا تو موندی و من. امروز یکی از ما 2 نفر باید به پهلوونی اینجا برسه. من دیگه تصمیم ندارم با کسی خشونت بکنم. این آخرین فرصتیه که بهت میدم، به شرطی که دیگه تو این شهر پیدات نشه. باید اسلام آباد رو تصویر کنم. بین من و تو یکی باید زنده بمونه. از کشتی میگیریم، اما به ضررته، چون من فن کمرشکن استاد تو یاد گرفتم. داره مکافاته. بله بود دیگه کاره تمومه. آروم آروم خلاصت. چیه نالت در اومد. اینجا چیزی نمونده. هم همینطوری شکونده مگه؟ نه. خب یه خورده استراحت کن. خیلی خب بستته. مرشد 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 همه پاک
حریف سر پاست. میافته مرشد. حریف شکست خورد. سرمون بزن روی فتا. بازی تموم شد. نه، بازی شروع شد. پهلوان مفرد ظاهرا یعنی مصلحتی با نقره عروسی کرد. من به نقره تجاوز کردم. تا داری بنال. یک مرتبه هم